سلام بینندگان تارنامه رادیوی آزادی. در مهمانی ما هستند جناب شون استایل، سفیر کانادا در تاجیکستان. جناب سفیر، نخست هدف سفر نوبتیتان به تاجیکستان را بیان می داشتید و چی برنامه‌های را برای گسترش همکاری‌ها میان کانادا و تاجیکستان در نظر دارید؟ That's the main reason I'm here. I'm here to explore opportunities for more exchanges and هدف سفر من هم گسترش و تقویت روابط و همکاری‌ها با تاجیکستان است. در هر سفر خود امکانیت‌های نوی را برای گسترش همکاری‌ها در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنم. همچنین کوشش دارم تا برای نزدیک کردن مردمان هر دو کشور شرایط فراهم گردد. support for Tajikistan's development. جناب سفیر، در مورد شباهت‌های کانادا و تاجیکستان می‌گفتید و در حال حاضر کدام ساحه‌ها میان هر دو کشور بخصوص در ساحه اقتصاد و تجارت برای همکاری مفید است؟ You know, I think Tajikistan and Canada have similar strengths. کانادا و تاجیکستان شباهت‌های زیادی دارند. نخست کانادا و تاجیکستان در جهت ذخیره‌های هیدروانرژیکی به هم شباهت بیشتر دارند، زیرا کانادا از اولین کشور در جهان است که ذخیره بزرگ هیدروانرژیکی دارد. تاجیکستان نیز دارای ذخیره‌های بزرگ آب و انرژی است. چون در مورد همکاری‌هاتون در ساحه هیدروانرژیکا با تاجیکستان گفتید و گفتید چند شرکت هم آماده است. تاجیکستان در حال حاضر در صدد ساختمان نیروگاه راغون هست. آیا در این زمینه با تاجیکستان همکاری میکنید یا خیر؟ In Rogun, we haven't seen any Canadian companies working there yet, although there are Canadian citizens who've been working on consulting for Rogun. We have other companies that are... تا جای آگاهم تاکنون هیچ یک شرکت کانادایی در این زمینه اقدامی نکرده است، اما اگر درخواست شود امیدوارم شرکت‌های کانادایی آماده همکاری در ساختمان نیروگاه راغون، بزرگترین نیروگاه در منطقه خواهند بود، ولی در دیگر ساحه‌های هیدروانرژیک شرکت‌های کانادایی علاقه مشغول کارند. برای مثال شرکت کانادایی مینتال با همتایان تاجیکش خدمات مشورتی و مهندسی را ارائه می‌کند. جناب سفیر، با آنکه شما میگویید آماده همکاری‌ها در بخش‌های مختلفی تاجیکستان هستید، اما سطح مبادلات کالا میان کانادا و تاجیکستان خیلی ناچیز است، چون این رقم در حدود $2 میلیون را تشکیل می‌دهد. آیا امکانی افزایش دادن آن وجود دارد؟ Yeah, you're right. You know, the trade turnover itself is low when we're looking at products. در حقیقت سطح مبادلات تجارتی میان کانادا و تاجیکستان خیلی ناچیز است. متاسفانه دو مشکل عمده وجود دارد که مانع افزایش مبادلات مال و کالا میان کانادا و تاجیکستان شده است. یکی دوروی کشورها که در جهت انتقال بار و کالا دشواری‌ها را به بار می‌آورد. دوم جنبه روانی دارد. مردمان هر دو کشور را لازم است تا بیشتر همدیگر را بدانند و به هم نزدیک شوند. یکی از هدف‌های سفر نوبتی من هم رفع این محدودیت است. چون از افغانستان گفتیم، اقدام‌های مشترک کانادا و تاجیکستان در بابت تامین صلح و ثبات در افغانستان، احیای اقتصادی این کشور در کدام سطح قرار دارد؟ Well, we count Tajikistan as an important partner in securing the stability of the region, particularly with... تاجیکستان برای کانادا شریک مهم در زمینه تأمین ثبات و امنیت در افغانستان و احیای اقتصادی این کشور است. ما از طریق لایحه‌های مختلف از جمله از طریق سازمان ملل با تاجیکستان همکاری‌ها در زمینه تأمین و ثبات و امنیت و احیای اقتصادی افغانستان ادامه می‌دهیم، زیرا برنامه کمک به افغانستان را در دست داریم. در منطقه تاجیکستان نقش مهمی برای تأمین ثبات و امنیت و احیای اقتصادی افغانستان دارد و کانادا به نقش تاجیکستان در این جهت ارج می‌گذارد. تشکر برای یک صحبت خیلی خوب و سازنده.